پول در آوردن خیلی سخته، کار خیر کردن و انفاق کردن خیلی سخت‌تره. حیف کسی پول در بیاره نتونه کار خیر بکنه. این اصلا دیگه سوء خاتمه شده. کسی تلاش بکنه هنر تجارت داشته باشه، پول از راه حلال در بیاره در راه حرام صرف بکنه، این دیگه خاتمه به خیری نیست. شرکت داره تو دل کوه، مسلمانه، داره تلاش میکنه، کار حلال داره میکنه، معدنی داره، در میاره، خدا روزی رو باز کرده، 300-400 نفرم در کنارش دارن نون میخورن، ولی پول در میاره خودش صرف تریاک و مشروب و معصیت خدا میکنه. خیلی خطرناکه، چون یک دوست خوب و دلسوز و مهربان و مشاور تو شرکت مثلا نداره. تجار سراغ دارم که مشاورین خوب با علما دوست شدن، مشاورین خوب از حلال و حرام سوال میکنن، هم کارگرشون جون گرفتن، هم شرکت جون گرفته، هم بلا و مصیبت ازشون دور شده، هم فاسدین و ظالمین درشون طمع نکردن که سر سفره مشروبشون بنشینن. باورتون میشه که بعضی از تجار خیلی از فاسدین درشون طمع میکنن؟ یه بساطی برامون آماده بکن، داریم میایم با دوستان تو یه باغی، فاکتورش میشه 30 میلیون تومان.